مونیسا سلطانزاده خواننده است. بعد از آغاز تحصیل تابستانه به مؤسسه تحصیلاتی لاوگی ولایت سوئد رفت تا صاحب کسب شود. میخواد در آینده قالینباف شود، زیرا به این هنر مروق دارد. به این مکتب میبیام لاوگی قالین ها را میدازم. پلاسی خسرو زیبا میبافم. این قالین بافی از همه بهترین چیز است. در مؤسسه تحصیلاتی لاوگی نزدیک 1500 نفر خوانندگان با آموزش فرا گرفته شدند. هدف از تأسیس چنین مؤسسه این فراگیری کودکان در تعطیل تابستانه به کسب آموزی میباشد. محفل‌ها پر رایگان میباشد. با تأسیس 22 محفل‌های گوناگون از جمله محفل‌های فنی، محفل‌های کسب و هنر آموزی، محفل‌های رشته سیاحی، محفل‌های رشته ورزش. مهم از همه محفل‌ها پر رایگان میباشند و دوام سال پر محفل‌ها عمل میکنند. در مؤسسه برای دخترکان محفل‌های روزگارداری، سوزاندوزی و بافندگی فعالیت می‌کنند. فرزند منصفه پولادوی 1 سال می‌شود که در محفل روزگارداری این مؤسسه اشتراک می‌کند. این گونه محفل‌ها به گفته مادری مزدلیفه دخترکان را به حیات مستقل آماده می‌کند. طول 1 سال میباشد که دختری من یعنی فرزندم در مرکز تحصیلاتی لاوگی نزد ولایت سوئد برای جهانبینی خود را وسیع کردن در محفل‌های سوزاندوزی و ارمغاندوزی از جمله مشاطگی مهارت خود را بلند کرده ایستاده است که منبع برای آیله داشتن فرزندان ما نیز میتواند آن روی کار آید. خوب میشد که امروز که فرزندان ما در تعطیل تابستانه قرار دارد برای از بیکاری فارغ بالی آزاد بودن میتوانند جهانبینی خود را وسیع کنند و از جمله دارای یگان کسب گردند. مولوده خالابوشاد 5 نبیره دارد. وی برای در تعطیل تابستانه بیهوده نگشتن نبیره‌هایش آنها را به کسب آموزی جلب نمود. نبیره‌هایش با یکشن محفل‌ها از جمله آموزش زبان خطایی، رسامی و تکنولوژی اطلاعاتی تحصیل می‌کنند. در ماه ایون اسمیتیم برای آنکه خانم بیکار نشیند هنرها یاد گیرد. ما همین محفل‌ها مخول هر خیل محفل‌های با یک دیورچی کلانیم‌های و انگلیسی و کامپیوتر به زبان خطایی و می‌بیاد. عین حال در ولایت سوئد 28 مؤسسه تحصیلاتی لاوگی فعالیت دارد که در آنها زیاد از 700 محفل‌ها به راه مانده شده است. تنها در تعطیل تابستانه در این مؤسسه بیش از 100,000 نفر کودکان تحصیل می‌کنند. گزارش مهرانگیز عبدالاحد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.